تایمنی، البته پروژه تایمنی که چهار راهیش است، همون چهار راهی ناصر خسرو به طرف تایمنی سابقه میآید دیگه، همونطور به پیش میرین دوستان عزیز. فعلا طرف همون چهار راهی پروژه تایمنی یا ناصر خسرو بلخی. نیاری من نیاری کوچک از دوستان عزیز که قدر بزرگ نیست دکانش. این تالار بود دوستان عزیز، تالار قصر بی‌نظیر که در تصویر دیدین. اون طرف یک شفاخانه هم است، به نام شفاخانه ملت نگوامی. خب دوستان عزیزم، سلام و درود نصارت تمام شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین. دوستان نهایت گرامی، ما دیگه در جاده فارابی پروژه وزیرآباد شهر کابل هستیم. دوستان عزیز، پروژه وزیرآباد یکی از مناطق بسیار بزرگ و مسکونی شهر کابل است که جمعیت زیاد را در خود جا داده و این سرک را که من فعلا دوستان عزیز به این حرکت میکنم میرم، سرک است که از طرف پروژه تایمنی، البته پروژه تایمنی که چهار راهیش است، همون چهار راهی ناصر خسرو به طرف تایمنی سابقه میآید دیگه، همونطور به پیش میرین دوستان عزیز. فعلا طرف همون چهار راهی پروژه تایمنی یا ناصر خسرو بلخی. این طرف دوستان عزیز تا جایی که ما دیدیم و از سرک گذشتیم، زیادتر مردمان هزاره ما زندگی میکنن، قوم هزاره که اون یک مسجدشون هم در رو بغل است دوستان عزیز، مساجد مردمان شیعه هست دیگه، شیعه ها در اینجا دوستان عزیز نماز میخوانن. اون مسجد از دوستان عزیز. دوستان عزیز این سرک زیادتر پنچرمینی ها هست، تایر فروشی ها هست، ویل بلانس ها هست و همین چیزا در دوستان عزیز ورکشاپ های محترم است و بیانه اگه کلا در نظر بگیرید دوستان عزیز زیادتر هم در فروشی تایر است، البته تایرهای مستعمل، تایرهای نو نی مثل قوه مرکز کجام همون سرکی که از قوه مرکز به طرف دانباغ میآید، همون سرک پایینیش دوستان عزیز، البته همون سرک دوستان عزیز سرک تایر فروشی هم است. یک سرک است تایرهای بسیار خوب داره، تایرهای بسیار نو و نو مستعمل داره، ویلای بسیار نو. اما این دوستان عزیز سلام تو که میبینین در دکانه تایر هست، ویل اصلا نیست. این طرف هم ورکشاپ موتر است دوستان عزیز. میبینین در نخستین جماعت زای سرک جماعت خانه استریت پروژه وزیرآباد میان. پس میبینین دوستان سر هر دکان تایرهای زیاد ماندگی هست و اویل نشان میده دیگه که تایر فروش هستن و سر کارشان با تایر هست. این دکان ها دوستان عزیز کنید این دکان های تایر هست. من دوستان عزیز یک نجاری هم اینجا هست، چقدر جالب که یک نجاری هم در این بخش دیدیم. نجاری هم از نجاری کوچک از دوستان عزیز که قدر بزرگ نیست دکانش. طرف هم دوستان عزیز کران شرکت است، ایزومات که آیق‌های ضد آب است با آشپزخانه، چای سیپتیک و طرف آفتیسون. دوستان عزیز حضرت یوسف علیه السلام جماعت و سرک قبلی نخستین جماعت بود و این هم سرک حضرت یوسف. این هم دوستان عزیز دیگه میبینین نمو
شرکت را گفتم ایزومات نمایندگیش است و آقای قایزداب با فروش میرسن دوستان با جاهای سپتیک، مثلا پشت دیوار که میگیرن ایزوگام میکنن و این دیگه چیزایش از دوستان عزیز. ایزوگام توی فکر کنم فرق داره یا ایزوگام از دوستان عزیز فکر کنم میام از دیگه شرکت دیگه، البته چون دیگه فکر نکنم تا جایی که من میدانم چیز غیر از ایزوگام پشت دیوارا و در چای سپتیک نصب کنن به خاطر از این که آب نفوذ نکنه. البته بعضا پلاستیک میمانند دوستان عزیز، پلاستیک عمرش کوتاه‌تر و ضعیف‌تر هست. در حال دوستان عزیز دارالعلوم علی الحاج سید منصور نادری هست. در تصویر میبینین دیگه اولیگه کنده پارکینگش باشه دوستان عزیز، احتمال زیاد. طرف هم قصابی دوستان عزیز، فیدان مرغ 150 افغانی. مرغای بزرگ هم دوستان عزیز دیگه جای قیمت است، اینجا واقعا ارزان بود 150 افغانی. این طرف هم دوستان عزیز ورکشاپ های موتر است، دبی موتورز در این محل و موترهای تیز رفتار که نمایندگی رسمی مولای عربی پراکسل هم همیشه هست. دیگه اون دوستان عزیز که فکر کنم به چاره‌ای میرسیم. چاره‌ای چقدر دور شد؟ احسان اسماعیل پلازا اون دخترش میگن تن مخابراتی نصب است، به احتمال زیاد از شرکت های خدمات اینترنتی باشه چون پایه های از اونا کوچک می باشه. شرکت های مخابراتی بزرگ مثل روشن و بوتوما و اتصالات پایه هایشان بسیار بزرگتر از دوستان عزیز نسبت به این پایه ها و اونا معمولا در جاهای مرتفع تر و جاهای بهتر نصب میشه یا فقط به خاطر که پوینت تو پوینت هستن، خدمات پوینت تو پوینت راه بدن از اینجا پایه ها رو نصب میکنن. طرف اون دوستان عزیز دیگه بولونی پزیز اونا بولونی پخته دارن در تصویر میبینید و تالار عروسی بی‌نظیر. اون طرف دوستان عزیز مربوط پروژه تایمانی میشه. پروژه تایمانی دیگه 5 سرک داره که ویدیوها بارها براتون گرفتیم و در این چند روز آینده دوباره ویدیوهای جدید هم نشر خواهد شد که منتظر از ویدیو هم باشین. دیگه باز میریم و میبینیم. این چهارراه هم دوستان عزیز این در تصویر میبینید چهارراهی ناصر خسرو و بلخی هست که بسیاری چهارراهی پروژه تایمانی برش میگن دیگه، اما حاصل نامشه که شاروالی کابل تعیین کرده چهارراهی ناصر خسرو بلخی هست. این تالار بود دوستان عزیز، تالار قصر بی‌نظیر که در تصویر دیدین. اون طرف یک شفاخانه هم از نام شفاخانه ملت قوامی. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.